امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه 41 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد قشنگ کامکار به اسم ترانه بختیاری رو با هم دیگه کار بکنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 41 یه قطعه 6 8 میدونیم 6 8 یعنی در هر میزان معادل 6 تا نوت چنگ وجود داره و شمارشمون رو براش به صورت 1 2 3 4 5 6 انجام میدیم، ولی مترونوم رو دو ضربی میذاریم، یعنی ضربای مترونوم رو 1 و 4 میفته. مترونوم میگه 1 2، ما میشنیم 1 2 3 4 5 6. اینا رو دیگه تو درس‌های قبل کار کردیم و باید یاد گرفته باشیم. بریم شروع کنیم. تنها نکته‌ای که تو این درس جدیده اون علامتیه که زیر دو تا میزان آخر خط اول یا توی خط سوم، میزان دوم و سوم داریم. به این علامت میگیم کرشندو. کرشندو یعنی اینکه باید صدا از کم به سمت زیاد بیاد، یعنی باید اول شدت ضربه های ما کم باشه، بعد آروم آروم شدت رو زیاد بکنیم. برعکس این علامت هم داریم، یعنی اگر این علامت اول باز بود بعد آروم آروم بسته میشد بهش میگفتیم دیکرشندو و معنیش اینه که صدا آروم آروم کم بشه، از زیاد به سمت کم بیاد. پس الان توی این دوتا میزان آخر خط اول که دوتا جفت داریم، جفت نوت می و دو رو داریم، باید اول شدت ضربمون کم باشه و آروم آروم توی این 4 تا ضربه‌ای که داریم میزنیم صدا رو بیاریم بالا، یعنی مثلا به این شکل باید اجرا کنیم. آروم آروم صدا رو زیاد بکنید. این رو تمرینش بکنید. شاید گفتنش آسون باشه ولی وقتی میخواید توی عمل اجراش بکنید شاید نیاز داشته باشه که تمرین بشه، تکرار بشه تا به اون کیفیتی که میخوایم برسیم. اوکی، بریم شروع کنیم. از اول با هم نطخونی کنیم و با هم دیگه کار بکنیم. اگر نکته خاصی بود میگم که یادش بگیریم. نوتامون هست دو سل دو می سل. توی میزان اول شد دو سل دو می سل. به اون دوتا راستی که رو دو می سفید میفته توجه بکنید که دقیقاً راست چپش مثل خودش اجرا بشه. میشماریم 1 2 3 4 5 6. میزان دوم نوتامون هست سی لا سل فا سل. پشت خرک سی لا سل فا سل. میشماریم 1 2 3 4 5 6 و این دوتا میزان باید دو بار اجرا بشه. من دو بار پشت سر هم این دوتا میزان رو اجرا میکنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 بسیار عالی. دو میزان آخر خط اول جفت داریم. نوتامون هست دو و می که هر دو رو سیمای سفیدن. دقت کنید که اون 7 و 8 هایی که کنار دو و می گذاشته نشون میده که دست راست باید روی نوت بالایی اجرا بکنه. دست راستمون روی می باید باشه، دست چپ باید روی نوت دو باشه. هر 4 تا ضربمون همینه، دو و می هست که گفتیم صدا باید از کم به سمت زیاد بیاد. اینا نوت‌های سیاه نقطه‌دار هستن، پس هر کدوم 3 شماره ارزش دارن. پس میزنیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. یه بار دیگه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. آروم آروم صدا رو زیاد می‌کنیم. پس کل خط اول به این شکل اجرا میشه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ خط دوم. دو میزان اول نوتامون هست می ره ره می دو، بعد رو سیمای زرد دو تا دوی زرد داریم، پس میشه می ره ره می دو دو دو. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حتما باید دو تاره رو با دست چپ اجرا بکنید که حالت قطعه عوض نشه. راست چپ چپ راست چپ می ره ره می دو. اینو بهش توجه بکنید. میریم سراغ میزان سوم توی خط دوم که قسمت شعر هست. اون قسمت بالا اولش هم نوشته بود مقدمه قطعه هست، اینجا وارد قسمت شعر میشیم. نوتامون هست دوی ضرب می فا سل. یه نکته‌ای که اینجا باید بهتون بگم اینه که توی ضرب اول یعنی 1 2 اومده بالا یه سکوت سیاه گذاشته و زیرش یه دوی زرد
دوی سیمای زرد نوشته. در واقع اینجا اومده به ما انتخاب داده، میگه که میتونی ضرب 1 2 رو سکوت کنی، هیچی نزنی، یا یه ضربه رو نوت دوی زرد بزنی. به نظر من بهتره دوی زرد رو بزنیم، هم ملودی پرتر و زیباتر میشه، هم الان برای شروع گرفتن اون ضد ضربه ممکنه که یه کمی سخت باشه، ولی خوبه که هر دو حالتش رو امتحان بکنیم. پس با اون دوی زرد به این شکل میشه 1 2 3 4 5 6. یه دوی زرد، بعد رو سیمای سفید میزنیم می فا سل، فا و سل پشت خرکه. پس با دوی زرد یه بار دیگه این میزان رو میزنم 1 2 3 4 5 6. حالا اگه دوی زرد رو نزنیم 1 2 رو باید بشماریم و سکوت کنیم، 1 2 3 4 5 6. خب میزان چهارم می ره می فا، می ره می فا شه 1 2 3 4 5 6. میزان آخر خط دوم یه نوت میاد پایین‌تر، ر دو ره می 1 2 3 4 5 6. میزان بعد خط سوم دو تا فای پشت خرک داریم که هر دو با دست چپه 1 2 3 4 5 6. و بعد دو میزان بعد 4 تا فای سیمای زرده که باز دوباره اینجا علامت کرشندو داریم. اول صدا کم، آروم آروم صدا رو زیاد کنیم، 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. آروم آروم صدا به سمت زیاد شدن بره. اینجا یه علامت تکرار دو میزان داریم، ببخشید دو خط تکرار داریم که برمیگردیم از خط دوم، میزان دوم بعد این جمله تکرار شه. من یه بار این جمله رو براتون اجرا می‌کنم، یعنی از خط دوم میزان دوم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. تکرار. بله، میریم سراغ جمله بعد، خط سوم. تقریبا تکرار همون جمله قبلی هست، یه دو زرد می فا سل می ره می فا ره، تا اینجا یکیه. دو میزان آخر خط سوم من میزنم، دو می فا سل می ره می فا ره. اوکی؟ این رهی که زدم اول خط سوم بود که میشه 1 2. بعد نوتامون هست ره فا می ره، ره فا می ره. به دو تا راستی که روی فا می میفته دقت کنید، ره فا می ره. 1 2 3 4 5 6. و دو میزان آخر که دو تا دو سفیده و دو تا جفت دوه، 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. یه بار دیگه از خط سوم دو میزان آخر میریم، 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خیلی من این دو قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم که بشنوید ملودیش به چه شکله. آخرش هم که یه دیسی داره، یعنی دا کاپو، که باید کل قطعه از اول تا آخر تکرار بشه. بریم یه دونه قطعه رو با مترونوم هم بشنویم. مترونوم برای تنظیم مترونومش خب این قطعه 6 8، پس باید رو دو ضربی تنظیم بشه. سرعتش هم که گفته سرعت 66 باشه. اوکی. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.